سلام به چنل دنیای کلش خوش آمدید دوستان عزیز. امروز اومدیم که صحبت کردم با پشتیبانی کلش یادتون بدم فیلتر شکن رو وصل میکنید، وارد کلش میشید. یادتون باشه حتما زبان شما باید انگلیسی باشه دوستان. وارد کلش میشیم، یکم صبر میکنیم. بعد کلش بالا آمد و روی تنظیمات میزنیم و بعد وارد راهنمای پشتیبان میشیم و بالا روی آرم آبی رنگ میزنیم و روی موشک میزنیم و حالا با پشتیبانی کلش داریم صحبت میکنیم. روی تیک آبی پایین میزنیم، هلو سلام میکنیم به سوپرسل. بعد روی گزینه اولی اکان که اولش نوشته میزنیم و بعد گزینه یک، بازم گزینه یک رو میزنیم و بعد این گزینه رو میزنیم و بعد اینجا آیدی اکانت خود و پایین نام روستایی که گم کردید و پایین سطح اکانتی که خودتون گم کردید و پایین تو کدوم کلم بوده اسم کلم رو بنویسید. دوستان یادتون باشه حتما سیم کارت رو باید از گوشی در آورده باشد و بعد باید با وایفا به کلش بیایی. حتما فقط با وایفا بدون هیچ سیم کارتی. دوستان لایک ساب یادتون نره، زنگوله رو آن قرار بدید تا هر فیلم گذاشتم براتون بیاد. دوستان خداحافظ.